ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت گروه خبر داده است که به گفته این نهاد با وارد و پهنسازی دلارهای قلبکی مشغول بودند. ریاست با نشر نوار روز 7 فوریه خبر داده است که از دو ساکن 27 و 31 ساله ناحیه شاه منصور 82 دلار قلبکی دریافت و مصادره کردند. به اطلاع این نهاد بازداشت شده ها اسعار قلبکی را از یک ساکن وحدت که از او سردار گروه نام برده شده است دسترس می‌کردند. سنجش مقامات معلوم کرده است که دلارهای تقلبی را از خارج کشور وارد می‌کردند. به اطلاع پلیس دوشنبه گمانبران روز 30 ینور 10,000 دلار را بر عوض 30,000 سومانی از رهبر گروه خریده به معاملات برآوردند و حالا رهبر یا دسترس کننده اسعار قلبکی در جستجو قرار داشته است. نظر گمانبران و نزدیکان آنها معلوم نیست. طبق قانون نسبت این افراد از 8 تا 12 سال زندان پیش بینی می شود. مقامات از شهروندان دعوت نمودند که در حالت مشاهده پول قلبکی به پلیس مراجعت کنند.